مطبوعات قزاقستان با نشر ویدیو از نمایشگاه میوه‌های تاجیکستان در میدان نزد اکسپو در شهر استانا از رفتار ساکنان پایتخت کشور خود اظهار ناراحتی کردند. به نوشته رسانه‌ها و کاربران قزاقستانی، ساکنان نسبت به میهمانان و توفه‌های از راه دور از تاجیکستان آورده آنها بی‌حرمتی کردند. پیرامید از میوه‌ها یکی از بخش‌های اهم پرتماشابین در جریان روزهای فرنگی تاجیکستان در قزاقستان بود که از 23 تا 26 آگوست سال 2023 بخشیده به سالگرد 30 استقرار روابط دیپلماتی دو کشور دایر شد. از این نمایشگاه میوه‌های تاجیکستان پرزیدنت‌های هر دو کشور قاسم جمعت توقای و امامعلی رحمان دیدن کردند، اما بینظمی وقت آغاز یافت که جانب تاجیکستان تشکیل کننده نمایشگاه میوه‌ها به تماشابینان پیشنهاد کردند که می توانند بی پول از این میوه‌ها بچشند و همچنان بی پول با خود ببرند. این باعث به بالای پیرامید میوه‌ها فرو ریختن ازدحام بزرگ شد. البته بسیاری ها بدون همه از یک لب پیرامید مقدار میوه‌های تاجیکی را همچون ارمغان با خود گرفتند، ولی متاسفانه آنهایی هم بودند که نفس خود را اداره کرده نتوانسته بدون هیچ شرم به خاطر به دست آوردن میوه‌های دلخواهشان به بالای میوه‌های دیگر پای مانده سیب و انگور و دیگر میوه‌ها را همچون ارغوان برای ساکنان استانه آورده شده را پایمال کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله کاربران قزاقستانی چنین رفتار شهروندان را به باد شدید انتقاد کشیده بی فرهنگی و بی حرمتی نسبت به میهمانان از تاجیکستان عنوان کردند.